بریم که با هم دیگه یه اسلحه خیلی خفن درست کنیم. واسه درست کردن این اسلحه اول 3 تا اینور دیسپنسر میذاریم و 3 تا دیسپنسر دیگه هم میذاریم اینور. 2 تا بلاک اینجا رو میکنیم یا آب میذاریم اینجا. بعدش پشت هر یکی از این دیسپنسرها یه دونه چیز میذاریم، یه بلاک موقت، هر چیزی میتونه باشه، البته موقت نباید بذاریم. بعدش ردستون میکشیم به اینور، 2 تا بکشین کافیه. واسه همین ور همین کارو میکنیم. یه ردستون اینجا، چند تا بکش جلو. بعدش اینجا رو بیارین جلو وصل کنیم به این یک. همین ورم این کارو میکنیم. بعد اینجا رو به هم دیگه وصل کنیم و 2 تا حالا ابزرور باید اول قبلشون داخل اینا TNT بذاریم. حتی اگر 16 تا TNT لازمه که 16 یا 32 تا که این دستگاه تفنگمون کار کنه. بریم که من TNT ها رو پر کنم. خب بچه من داخل دیسپنسرها رو پر از TNT کردم. حالا من این نوع دستگاه ساختم واسه این که این TNT ها رو پشت سر هم پرتاب کنه. یا ابزرور رو میذاریم جلوش و این اتفاق میفته. همینطور که ببینید کلی TNT میندازه که همه چیز رو میتونه ناب کنه. مرسی بدردی لایک یادت نره.